الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. حضار گرامی و سامعین محترم، آیه 272 از سوره بقره به حضور مبارک شما تلاوت شد. آیاتی که قبل از این آیه هستند و همچنین آیاتی که بعد از این آیه تشویق و ترغیبی از طرف الله ذوالجلال هست که مؤمنین را، مسلمانان را تشویق می‌فرمایند که شما در راه خدا به اشکال مختلف، چه به طور خصوصی و پنهانی، چه به طور آشکار و چه در وقتی که تنگ دست هستید و چه در وقتی که اموال فراوان دارید، به هر حال یک حصه ای را از اموالتان، از درآمدتان در راه خدا برای فقرا و مساکین و نیازمندان اختصاص بدهید. و کامل بودن دین اسلام در امین هست که مسلمانان از یک طرف اعتقاد درست دارند، اعتقاد به توحید و رسالت و معادشان درست است، و از طرف دیگه اعمالشان صحیح و درست است، و از جانب دیگر اخلاقشان درست و صحیح است. در اعمال، در اعتقاد و در اخلاق الگویشان حضرت رسول الله است و تأسی به رسول الله و فرمایشات الله ذوالجلال و رسولش دارند. در آیه‌ای که من به حضور شما تلاوت کردم، خداوند بیان می‌فرمایند که احق الناس بالصدقه، کسانی که صدقه بر سر اونا افضل ترین عمل هست، صفات مخصوص دارند، اونا مستحق ترین احسان شما هستند، خوبی شما هستند که نسبت به اونا خوبی بکنید. فقیرن، مسکینن، اما صفات خاص دارند که در آیه‌ای که من به حضور شما تلاوت کردم الله ذوالجلال 5 صفت اونا را بیان می‌کنند. یکی این که اونا خود را در راه خدا خودشان در احسان و
در حصر و در بندش قرار دادن، گویا که اونا در راه خدا اسیرند و در احصارند. و صفت دوم اونا عجز از کسب و کار هستند، عاجز هستند و عجز کسب و کار دارند. سوم این که اونا استغنای خیلی خوبی دارند و تا زمانی که بله اونا ضمن این که فقیر و مسکین هستند، هیچ کس از فقر و بیچارگی اونا خبر نمی شود، عزت نفس دارند. و سوم این که استغنا، چهارم این که فقر و بیچارگی و اون ضعف اونا از شیرهشان شناخته می شود. و صفت پنجم سوال کننده نیستند که به هر کسی بچسبند و همیشه به این و اون بچسبند و دستشان دراز باشد. خداوند می‌فرماید که افضل ترین انسان‌ها همینا هستند که شما بر اونا انفاق بکنید. حالا صفات پنجگانه‌ای که من در اینجا گفتم، علما میگویند که در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از هر طرف، از هر جا افرادی که مسلمان می شدند به طرف مدینه منوره رجوع می کردند. هم شار پیغمبر بود، هم پناهگاه مؤمنین بود. و اون کسانی که در مدینه بودند که بعداً ملقب به انصار شدند، که خداوند اصحاب رسول الله را می فرمایند که یا مهاجرند یا انصارند، و غیر از اونا اونایی که از اونا پیروی می کنند هم جز اونا هستند. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، اونایی که از اونا پیروی می کنند. در سوره حشر الله ذوالجلال درباره مهاجرین می فرمایند که اولئک هم الصادقون، اونا انسانهای راستگوی هستند، هر چی که میگویند راست هست. گروه دوم انصار هستند، والذین تبوأوا الدار والایمان، خانهایشان را، زندگیشان را در اختیار مهاجرین قرار میدادند و همچنین ایمان را در دل خود جا داده بودند، که الله ذوالجلال صحابه کرام را به القاب مختلف یاد می کنند. اولئک علی هدی من ربهم، اینا گویا که بر سر هدایت نشستند. یک کسی که روی یک پله برقی سوار بشود نیازی نیست که اون حرکت بکند، خودش می رود.
کسی که بر اتوبوس بنشیند، داخل هواپیمای بنشیند، اون خود به خود طی طریق می کند. اینا بر سر هدایتند و موصل الی المطلوبند. خداوند اونا را به مقصدشان می رساند. همونطوری که مسافرین هواپیما وقت روی صندلی هواپیما نشستند، اونا سوال نمی کنند که این هواپیما از چه مسیری حرکت می کند، سرعتش چه اندازه هست، ما چطوری می رویم. فقط در فرودگاه دیدن که مبدأ فلان شهر، مقصد مدینه منوره، خاطر جمع نشسته. خداوند می‌فرماید صحابه اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. نه کامیاب کاملا، کامیابی اونا را الله ذوالجلال بیان کرده. و اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، راه یافتگانند. و اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمنان به حق است. بعد فرمایند که کتب فی قلوبهم الایمان، خداوند در دل اونا ایمان را نوشته. اگر ما بیاییم صفات والای یاران رسول الله را در قرآن آیات را جدا بکنیم، یک کتاب ضخیمی می شود، همونطوری که علما این کتاب ها را نوشتند. و من برای شما گفتم که حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چرم تپید یک معجزه قرآن مجید است که تا ابد زنده هست. معجزه دومش یاران پیغمبر که دین را به ما رساندند، نامشان برای همیشه زنده است. تکبیر! بله، خداوند از اونا این در اینجا می فرمایند، تعریف می کنند للفقراء الذین، خانه خود را، زندگی خود را، همه چیز خود را، قوم و فامیل خود را، همه چیز فدای دین می کردن، می آمدن مدینه منوره در حالی که دست لباسی هم نداشتن، در حالی که غذای یک روز خود را هم نداشتن. اینا آمدن تعداد زیادی، مفسرین می نویسند حدود 400 نفر برای همیشه در مسجد رسول الله بودند. اذا رسول الله فرمودند که جلوی مسجد زیر اون سکویی که داشت که اون را صفه می گفتند، گفت امونجا جا بگیری، اصحاب صفه معروف شدند. حدود 400 نفر بودند. اینا لباسی هم چنانی نداشتند، خود را با بدن یک دیگر گرم می کردن، به هم می چسبیدن تا در زمستان گرم نگاه داده می شوند، گرم نگاه داشته می شوند. و در اینجا بود که صحابه اونایی که توان داشتن، هرچی در دست داشتن به اونا می رساندن. چیز عجیبی بود. شهر مدینه که پناهگاه و مأمن همه قرار گرفته بود، یک مسافرخانه
در اون وجود نداشت. حالا مسافرینی که میروند بله خانه زیاده، اما در یک شب چقدر از اونا پول میگیرن؟ غذا و این چیزا هستند، همه هزینه یک شب اونا چقدر می شود؟ خانه هایی که روستایی هستند به اصطلاح مکان بومگردی و گردشگری هستند. یک خانه گلی قدیمی که اونجاست میبینی شب 1,500,000 بیشتر کمتر از اونا کرایه میگیرن فقط برای در اختیار گذشتن اون خانه. اگر غذا بدهند صبحانه و نهار و شام باشد چقدر میگیرن؟ اما بیایید تاریخ نگاه بکنید، نشان بدهید که در شهر مدینه چند تا مسافرخانه بودند که کسانی که می آمدند یک شب می ماندند از اونا پول بگیرند، یا غذایی که می دادند از اونا پول بگیرند. هیچی از اونا نمی گرفتند، بلکه همه چیز خود را در اختیار اونا قرار می دادند. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اگر میمانی برای کسی می آمد، غذایش کم بود، بچه هایش گریه می کردن و داد و بیداد، چراغ خاموش می کردن، غذاها را جلو میمان می گذاشتن که چراغ خراب شده به اینطوری تصنعا نشان می دادن تا اونا غذا را بخورند. نگویند که صاحب خانه چیزی نخورد، زن و بچه چیزی نخوردن. ایثاری که خداوند میگوید یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، این است. نمونه‌هایش در ضمن همین آیه علما نوشتند. اون کسانی که برای طلب قرآن، برای طلب دین، برای طلب احادیث رسول الله، برای فهم سنت رسول الله، برای فهم دین رسول الله در مدینه آمده بودند، اونا را دیگران نگاه می داشتند، افتخاراً اونا را پذیرایی می کرد. الله ذوالجلال امین را می فرمایند که افضل ترین، بهترین مستحقین صدقات کسانی هستند که این 5 صفت در وجودشان هست. آیات قبل و بعد صحبت از انفاق است فی سبیل الله، از هزینه کردن در راه خدا، اما خداوند می‌فرماید افضل تر، بهتر کدام هست. اولین صفت اونا می‌فرمایند که للفقراء فقیر هستند الذین احصروا فی سبیل الله، اونایی که خود را بند کرده اند در راه خدا. احصار کسی که در محاصره قرار بگیرد، یک کسی که در یک جای نتواند اونجا حرکت بکند. اونا آمده بودند در اونجا، دوست داشتن قرآن را یاد بگیرند، دوست داشتن دین را یاد بگیرند و دوست داشتن احکام را یاد بگیرند، سنت های والای رسول الله را یاد بگیرند. خود را در راه خدا خودشان زندانی کرده بودند، اسیر قرار دادند. احصروا فی سبیل الله. پس این اولین صفت اونا هست. اونایی که در راه خدا خود را بند می کنند، یا برای جهاد اونجا مونده بودند یا برای طلب علم. هر رایی که برای خدا باشد
اون احسان فی سبیل الله است. ترجمه می کند احسنوا الذین حبسوا انفسهم للجهاد او العمل برای جهاد یا کاری که فی مرضات الله است کطلب العلم، مانند طلب کردن علم. ابو هریره جزء من اصحاب بود. گفتند که شما چی اندازه حدیث یاد دارید از پیغمبر؟ بعداً گفت که برادران مهاجر ما تاجر بودند، مشغول به تجارت بودند، و انصار باغدار و کشاورز بودند، مشغول کشاورزی بودند. ابو هریره در سکوی مسجد قرار گرفته بود، رسول الله را ویل نمی کرد، هرچی که رسول الله می گفت حفظ می کرد اونا را. به این سبب احادیثی که من یاد دارم و زیاد هستن علتش امین هست. در یک روایت دیگری در بازار مدینه بعد از رسول الله اعلان کردند که شما مشغول هستید در اینجا به خرید و فروش، در حالی که میراث رسول الله در داخل مسجد تقسیم می شود. همه مردم هجوم کردند به طرف مسجد که اونجا میراث رسول الله را تقسیم می کنند و به همه می دهند اون میراث را. آمدن دیدن یک گروه اون طرف مشغول تجوید و قرائت و تعلیم قرآن، گروه دیگر این طرف مشغول به حفظ احادیث رسول الله هستند. سنت اینجا که چیزی نیست، قال الله و قال رسوله، و رسول الله میگه به غیر از این دیگه میراث داره. میراث پیغمبر همین هست. اونا در اونجا در مسجد نبوی نشسته بودند تا دین را یاد بگیرند. خداوند اولین صفت اونا که خود را خودشان در اینجا مشغول کردند به تعلیم علم برای مصلحت عموم. یک کسی که علم می‌خواند و نیت این باشد که این علم من سبب نجات کل امت بشود. پس اولین صفت اونا خود را خودشان حبس کردند در راه خدا. و صفت دومشان لا یستطیعون ضربا فی الارض، به قدرت ندارند که برای تجارت بروند، برای کسب و کار بروند و در اونجا نشستند که علم یاد بگیرند. حالا اون کسی که لا یستطیعون ضربا فی الارض، حالا چی همون که اگر برای تحصیل برود علم از اون، چه برای تجارت برود تحصیل علم از اون میماند. من یادم هست که زمانی که درس میخواندم از فقیه ترین طلاب حوزه بودم. پدر من کشاورز بود، درآمدی نداشت که برای من پول بفرستد. آخر یک مولوی که از مهاجرین افغانستان بود، این ساعتهای زیادی آورده بود، به من گفت شما ببرید اینقدر قیمت این ساعت هست، اینا را بفروشید، اینقدر درصدم به شما میدم. بقیه روزا که من درس میخواندم گفتم روز جمعه برم. یک جمعه من بردم، استفاده خوبی شد، ساعت آرام فروختم و پول برای منم اضافه. ناگهان دیدم که نفس و شیطان در وجود من آمد که تو برای تجارت خیلی خوب هستی، برای تجارت خیلی خوب هستی، بقیه روزا رو برو. من دانستم که اینجا
این راهنمایی خوبی نیست. گفتم اون یک روزم من بسه. دوباره اون روز بعد جمعه بعد شد و بیا این ساعت ها رو ببر داخل بازار بفروش. من گفتم یکی بسه من. چرا؟ من گفتم بیا که چنین فکری در وجودم آمد. من میدانم که این فکر آخر من را از درس منصرف می. پس بیزار شدم یک روز تجارت. در حالی که تجارت چیزی بده نیست. برکت در تجارت هست که در دیگه کارها نیست. مسئله دوم همین که عاجز از کسب و تجارت هستند، یا مالی ندارند یا برای علم که درس بخوانند یا جهاد فی سبیل الله داشته باشند. این صفت دوم اونها. صفت سوم اونها تعففه. تعفف پاک دامنی را میگویند و اینجا تنها پاک دامنی مراد نیست. تعفف یعنی پاک نگاه داشتن خود را، که اینا پاک نگاه می دارند، به طرف این اون رجوع نمی کنند. حالا یک کس نیاز دارد، یک کسی می گوید ونم پیغمبر اجازه داده که اگر نیاز داشتید یک دوست صمیمی اون را بگویید، یا یک انسان متقی و پرهیزگار و خیر اون را بگویید. هر جا نیازمندی های خود را شکایت نکنید. این دو جا اجازه دارید که یک انسان متقی و پرهیزگار متوجه بکنید اون را که من نیازمند هستم، نیاز دارم. حالا چه به صورت قرض الحسنه به شما کمک میکنه، چه همونطوری و مستحق صدقه است از اون. اما انسانهای خوب هزار عفت دارند و عزت نفس دارند و طمعی به دست هیچ کسی ندارند. به دست هیچ کسی طمعی ندارند و چنان تعفف دارند اونایی که از احوالشان خبر ندارد گمان میکنند غنی ترین هستند. اینا غنی ترین افراد و اشخاص هستند. ولی حدیث رسول الله فرمایند که لیس المسکین، مسکین نیست ان ترد اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. مسکین نیست که میرود به خانه ها میگردد، یکی لقمه نان میداد، یکی خرمای به اون میداد، یکی کمک کوچیکی به اون میکند. و اون مسکین نیست، اون تا غروب یک چیزی برای خود جمع میکند. مسکین کسی هست که همون یک لقمه را هم ندارد، کسی از حالش هم خبر ندارد. همسایه شما هم هست، عزت نفس دارد که شما از اهلش خبر ندارید، شکایت ندارد، الحاح ندارد. و روایت حضرت ابو هریره است که روایت متفق علیه است که می‌فرمایند قال رسول الله لیس المسکین بهذا الطواف الذي ترد التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. خودش مال ندارد ولا يفتن له کسی از آنش آگاه نمیشود و يصدق علیه و خودش هم ولا يصل الناس شيء. این سه صفت همون صفت عفت و تعفف هست. اگر میشناسند از قرائن میشناسند، چهره هایشان نحیفه، اما میدانند که این خیلی لاغر و ضعیف و نحیف هست. و حتی بعض وقت حضرت رسول الله به کسی شکایت نمی برد
صحابه متوجه می شدند که صدای رسول الله امروز خیلی ضعیف، در چهره رسول الله گرسنگی و این چیزها دیده می شدند که بعدن غذای چیزی می آوردند. وقتی که به مسجد می آوردند رسول الله اونک در اونجا بودند همه را تعارف می کرد، بفرمایید غذای آمده. از قرائن تشخیص داده می شوند که بر اینا فقیر هستند. و صفت پنجم اونا ولا یسألون الناس الحافا. بعضی افراد هستند که شب و روز دنبال سوالن، شب و روز دنبال تکدیگری هستند، ضمن این که پولم خیلی زیاد دارم. سال پاکستان همینطوری پولها را میخواستند که عوض بکنند. پولهای حکومت قبلی که زمان انگلیس و غیره بود اونا را میخواستند که عوض بکنند. گفتند برید پولها را عوض بکنید. آخر وقت تنگ شد، مثلا 2 هفته بیشتر وقت نیست، از اون به بعد بانک پولهای قدیم را قبول نمی کند. حالا این جمله معروف شده بود که بیشترین افرادی که در اونجا پول زیاد عوض کردند همون گداها بودند. منک تکدیگری میکرد، اینن که اصلا پولا اینا تمام نمیشود، اونا بیچاره نمیخورند، ای جمع میکنند و میگذارند. وقتی که در سوال را انسان اگر باز کرد و تکدیگری را شروع کرد اون اصلا دیگه تا قیامت هم سیر نمیشود. تکدیگری را شروع کرده بودند، آخر اینجا که پولا را عوض کردند بیشترین پولها و سرمایه بانکداران متوجه شدند که امینا پولداران بزرگ امینا هستند. حالا امین صفت پنجم را خداوند میفرمایند که ولا یسألون الناس الحافا. وصف سوم، حالا خداوند میفرمایند که صدقات خود را به این فقرا بدهید، به این مساکین بدهید، مانند اصحاب صفه، مانند کسانی که برای جهاد می روند و کسانی که اونا در راه خدا منحصر شده، که همه علما مصداق این آیه را طلاب علوم دینی یا مجاهدین فی سبیل الله می دانند. مجاهدینی که در راه خدا جهاد می کنند، اصلیه جهاد لازم دارند، مرکب لازم دارند، این چیزها را لازم دارند، بگه به اونا کمک، چون احصروا فی سبیل الله هستند. اگر جهاد ویل بکنند فساد زیاد می شود، کفار مساجد شما را خراب، مدارس دینی شما را خراب، شما را نمی گذارند که فقط نام خدا را ببرید. و حتی قرآن جمله را می گوید که طور گستاخ می شوند که اذان شما را و نماز شما را و آیین دینی شما را به مسخره می گیرند. پس جهاد باید باشد تا کفار گستاخ نشوند که جلوی عبادتهای دینی مردم را بگیرند. و همچنین ما 2 نوع سنگر داریم. یکی سنگر جهاد است که از نظر فیزیکی باید در مقابل کفار بیسته. میگویند یک جلسه در ترکیه بود، درباره فلسطین صحبت میکردند که فلسطین اشغال شده هست. یک مجاهدی که جوان 18 ساله بیش نبود و با این کنفرانس و با این جلسات فلسطین آزاد نمی شود، فلسطین در صورت آزاد می شود که سربازان جان فدایان
که از جان و مال بگذرند و در سرزمین اسرائیل که همون فلسطین باشد حضور پیدا کنند، اون زمان پیروز است. تکبیر! ولی یکی جهاد با شمشیر، دوم جهاد با زبان و قلم هست که از عقاید مسلمین، از باورهای مسلمین باید دفاع بشود. در صورتی کسی میتواند دفاع بکند که علوم را فرا بگیرد، قرآن و حدیث را به خوبی بداند، مکر و حیله دشمنان اسلام را بداند که در این سنگر بایستد و جلوی حل باطل را بگیرد. این هدف دوم هست که خداوند هر دو را در قرآن گفته. می‌فرماید نه کلاً به اون جهاد بروید سنگر علم را ویل بکنید، نه در سنگر علم بیایید که اون جهاد ویل بشود. هر دو تا را باید داشته باشید. هر دو تا فرض کفایه‌اند، اما جایی که معضل و مشکلی آمد هر دو تا فرض عین می شود. امروز لازم هست که ما باورهای دینی خود را، قرآن و حدیث را یاد بگیریم، فرزندان خود را تشویق بکنیم تا بیان عالم و عالم دین بشوند. این دو سنگر را باید حفظ بکنیم. دو سنگر در صورت حفظ می شود که ما همه با هم دیگر تعاون و همکاری داشته باشیم. و من در اینجا از مردم عزیز تشکر دارم. واقعا ما زمانی که نیاز پیدا کردیم که طلاب نان ندارند که بخورند، حرکتی خوبی شد، مؤمنین و دوستان دین گندم در اختیار ما قرار دادند که امروز ما از یک نظر خودکفا شده نان حوزه در خود حوزه در مدرسه تامین می شود. نانوایی عزیزی آورد برای ما. البته نانوایی عمومی نیست، فقط مختص مانند من تنورای سنتی که نان سنتی می پزند و می فروشند. ما نمی فروشیم، ما نان سنتی را برای خود می پزیم. خود ما مسئول نان سنتی هستیم، طلاب خود ما. و حتی اختلاف داریم ما که برای مدرسین بدهیم یا ندهیم. گفت یک چند نانی برای نام بدهید که اینجا مشهوره. ما اختلاف که با مدرسین اساتید بدهیم یا نه، اینا مختص طلاب، نه با اینا چند نانی بدهید. و این تشکر از مردم می شود که گندم در اختیار ما قرار دادن و اون نانوایی هم دایر شد. دست عزیزان درد نکند. الله عزوجلال به شما مزد بده. یعنی واقعا کمک خیلی بزرگی، کمک خیلی بزرگی است. و همچنین ما در آشپزخانه الحمدلله خدا را سپاس میگویم که حوزه علمیه ام کیفیت درسیش ام کمیتش که طلاب هجوم آوردن، اینجا ما از خدا تشکر میکنیم و همکاری شما مردم. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. اول نصرت خدا شامل آل رسول الله بود، دوم نصرت مؤمنین بود. نصرت یاری شما عزیزان هست. افت علمی خیلی عجیبی آمده، خصوصا در حوزه علمیه یا اهل سنت. اگر 200 نفر طلبه داشته 2 نفر طلبه نمونده. چرا اینطوری افت آمده؟ و نباید هم بهترین فرزند را بیاریم تا بهترین عالم بشود، بهترین
مال خود را در اینجا هزینه بکنیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. و انشاءالله قدردان مردم هستیم. اول شکر خدا، بعداً شکر مخلوق خدا. از شما عزیزان تشکر می شود. بعد توصیه من این است که چون جمعیت طلاب ما خصوصا در تابستان تابستانی ها را هم قبول کرده، هم قسمت دختران هم قسمت پسران، از 400-500 نفر هم گذشتن طلبه های ما که خدا را سپاس می گوییم. آشپزخانه ما مقدار ضعیف شد، غذاها ضعیف شدن چون جمعیت زیاد بود. انشاءالله وقت محصول دوم، الان وقت برداشت محصول برنج هست. انشاءالله منطوری که از نان مستغنی شدیم، خدا ما را مستغنی قرار داد، از طریق آشپزخانه مستغنی بشویم. انشاءالله که این همت را و کمک را بکنید. عزیزانی که شالی دارند حتما سهمیه منطور قرآن گفت واتو حق و یوم حصاده، روز درو حق را بده که دوباره شیطان شما را شاید فریب بده. واتو حق و یوم حصاده، روز درو حق خداوند را، حق محصول را بیرون بکنید. و انشاءالله که عزیزان کمک خوبی بکنن. مدت بود طلبه ها برنج نخورده بودن، چیزی هم نگفتن. خدا می‌داند اون روز من فرستادم داخل آشپزخانه نگاه بکنید، انبار آشپزخانه را و برنج اصلا نداشتن و هیچی هم نگفتن. همون تعفف است. به منم مراجعه نکردن که برنج نیست. آخر یکی عزیزی مدار برنج پاکستانی خریده و آورده که انشاءالله قبول بفرماید. و بقیه عزیزان گفتن ما از سایر مواد غذایی انشاءالله شما را کمک میکنیم. خدا انشاءالله بپذیرد. و توصیه من برای محصول برنج این است که و سایر حبوبات ما شاعره که میکارند حتما اینجا سهمیه خود را در نظر بگیرند و بیارند. همین توصیه ما برای طلاب، برای خود توصیه نداریم. اونا را که نگاه داشتید ما را نگاه داشتید. ما را که نگاه داشتید دین و مسلک و مذهب خود را نگاه داشتید. اینجا هم قرآن صراحتاً میگوید که مستحق این صدقات اینایی هستند که در راه خدا خود را وقف کرده‌اند، خود را حفظ کرده‌اند، 24 ساعت عمر خود را اینجا میگذارند، در عین جوانی اینجا میان و درس میخوانند. انشاءالله که این مسئله به جا بیفتد. و مسئله دیگری که در اینجا میگویم مسائل روز هستند. ابتدای سال تحصیلی هست. مدارس دولتی ابتدای سال تحصیلی دیگه میرما نزدیک شده. اول میرما ابتدای سال تحصیلی ماست. عزیزان من، فرزندان خود را برای مدرسه و درس خواندن تشویق بکن. دکتر بشوند، مهندس بشوند، کارشناس بشوند، انسانهای خوبی بشوند. متاسفانه ترک تحصیل خیلی زیاده. بچه ها ترک تحصیل میکنن. در سیستان و بلوچستان و جای دیگه شغلای دروغینی هستن. دست فروشی، بیسلت گازوئیل بردن، اونم با جان خودش بازی میکند. شما درس بخوانید، علم داشته باشید، انشاءالله که علم خریدار دارد. همیشه باید ما در هر میدانی یک شخصیت داشته باشیم. استاد مولانا سلیم الله خان رحمه الله استاد حدیث ما بود، گفت در هر علم رجال سازی بکنید. در تفسیر رجال داشته باشید، در حدیث یعنی شخصیت، در رجال من شخصیت، در تفسیر، در حدیث، در اصول، در همه فنون دینی و در فنون روز
شما شخصیت های بزرگ داشته باشید. یک مهندس بودم اینجا، شاگرد من بود، درس تفسیر با من میخواند. از بس که درباره آب، منابع زیرزمینی آبی این تبحر داشت، 4 استان را نظارت میکرد و اداره میکرد: گیلان، مازندران، گلستان، سمنان. از بس که کارشناس خیلی خوبی، کارشناس باشید انشاءالله خریدار دارید. یک چیز واهیه که بعضی میگویند بله اهل سنت را به کار نمیگیرن. شما علم بیاموزید، کار نگرفتن شما مشتری زیاد. بعضی هستن که اصلا خصوصی کارهای را شروع کردن، موفق شدن، اما مردم از اونا بار دیدن و ام دولت و ام خودشان. علم بخوانید، همونطوری که سالی میکنه برو کار و میکن مگو چیست و کار، که سرمایه جاودانی است و کار. ولی شما علم بیاموزید انشالله که بدون مشتری نمیمانید. همونطوری که علم دین شما را عزت میدهد، علوم دنیوی که خدمت مردم را بکنید اینم به شما عزت عنایت میکنه. پس ترک تحصیل بسیار یک مرض بدی هست و بچه های خود را به علم تشویق بکنید. مولا احمد ناروی را خدا رحمت بفرماید، و جای ما رفتیم دکتر فلانی، مهندس فلانی، دکتر و مهندس و خیلی زیاده. آخر دن که اینا فرزندان افراد مرفه هستند. کجا؟ بعداً تحقیق کردیم تا مادرای اینا نان می فروختند، نان می زیدند و می پختند و می فروختند و بچه ایشان به تحصیل می فرستند که مهندس شده، دکتر شده، فلان مقام علمی را کسب. همونطوری نانی بپزید و بفروشید و فرزند خود را برای درس تشویق بکنید که اون سرمایه کشور است، سرمایه خود شما، سرمایه ملت. و مثلا زیاد تاکید میکنم که انشاءالله برای تحصیل در همون مدارس دولتی فرزندان خود را حمایت بکنید، ببرید، نصف نان خود را هزینه اونا بکنید و نصفش را خودتان بخورید. فقیرانه زندگی بکنید اما فرزند باسواد داشته باشید، فرزند دکتر داشته باشید، مهندس داشته باشید، یک کارشناس ارشد داشته باشید. این تشویق من هست که انشاءالله همه عزیزان نگذارند که بچه هایشان ترک تحصیل میکنند. هرچی که علم بیشتر بخوند، در هر فنی که شما مهارت داشته باشید ارزش دارید، چه دینی چه دنیوی. یک طبیب بشوید نفع شما عام است. من دکترای را دیدم، ضمن اینکه درآمد خیلی خوبی دارن، میگن اگر مسکینی فقیری نسخه‌اش هم مجانی هست، پول اون نسخه‌اش هم من میدم، خود همون دکتر میدم. میگه من برای جامعه ساخته شدم، باید برای خدا و خلق خدا خدمت. و مسئله دومی که امروز باید بگویم، انتقاد شدید از دولت سکولار هند داریم. هندوستان یک کشوری بوده که اقوام و ملت‌های مختلف داشته، اما متاسفانه حاکم فعلی ما می‌بینیم که نمیدانم که این از اون هندوهای افراطی چه بلایی
مسلمانان را در عبادتهایشان هم در تنگنا قرار دادند و هم در باورشان. هر دختری که محجبه است برای تحصیل اون را نگذارید، در حالی که دولت هندوستان یک دولت هست که دین و مذهب هیچ گروهی نباید اونجا نقش داشته باشد که سایر مردم را به اون عقیده خودشان اجبار کنند. در حالی که هندوستان یک کشوری بوده که گروه های مختلف، مردم مختلف در اونجا زندگی میکرد و میکنند. حالا میبینیم که بله، شاید افراد افراطی، هندوهای افراطی که همونطوری که مسجد بابری و سایر مساجد مسلمانان را خراب کردند و خراب میکنند، شاید در حکومت فعلی نقش داشته باشند. اونایی که مردم را برای آیین و دین و باور و حجاب و اینا نمیگذارند، از نظر من محکوم هستند و به مسلمانان توصیه دارم که مسلمانان هندوستان در انتخاب حاکم های هندوستان نقش خیلی مهمی دارند. وقتی که اونا مسلمانان را تحت فشار میگذارند، مسلمانان باید هشدار بدهند که سرنوشت حکومت هندوستان را مسلمانان تعیین میکنند. تکبیر! هر طرف که مسلمانان رفتند، به طرف هر کسی که گفتن رای ما مال اون هست، اون انتخاب می شود و به کرسی ریاست و وزارت و غیره می نشیند. پس حق مسلمانان را رعایت بکنید، در باورشان، در آیینشان، در نمازشان، در حجابشان دخالت نکنید که دخالت شما منجر به شکست خود شما هست. تکبیر! هر کشوری، هر دولتی که با انتخابات سرنوشتش تعیین می شود، اون کسی که انتخاب شده باید مردم را ولی نعمت خود بداند و نه به باور مردم، نه به عقیده مردم، نه به اعمال مردم نباید بپیچد، چون این پیچیدن به این چیزها بدنامی و رسوایی خودش هست و شکست خودش هست. تکبیر! مسلمان باید نماز خود را آزاد نمیخواند، مساجد مسلمانان آزاد باشند، حجابشان آزاد باشد. یک دولتی که خود را سکولار میداند میگه من با دین و مذهب کاری ندارم، چرا دختر مسلمان نتواند به مدرسه برود مگر با حجاب، چه بدون حجاب؟ اصلا ترک تحصیل 17,000 دختر در هندوستان ترک تحصیل کردند. برای چی؟ برای اینکه ما را در مدرسه با حجاب نمیگذارند. مسلمان همه چیز را فدای باور خود میکند، فدای دین خود میکند، فدای قرآن و سنت رسول الله میکند. تکبیر! این اشتار ما هست. حکام مسلمین هم، اون کسانی که حکومت در دستشان است، باید با حکومت هندوستان صحبت میکنند که چرا شما یک عده کثیری را که الان نزدیک به 120 میلیون مسلمان در هندوستان زندگی میکنند، جمعیتشان هنوز بیشتر، 120 میلیون جمعیت کمی نیست. اینا چرا باورشان زیر سوال برود، عقیده و مراهمشان زیر سوال برود؟ انشالله که این مشکل مسلمانان هندوستان هم حل بشود و این هشداری هست به اونا که در آینده مسلمانان اگر
آمدند و منسجم شدند، متحد شدند، هیچ حاکمی بدون رأی مسلمانان به کرسی نخواهد نشست. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.